به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه و هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. امروز میخوایم با هم این دستگیره بسیار زیبا و بی‌نظیر رو ببافیم. ایده بافت از خودمه، یعنی بافت جدیدیه و هیچ جای دیگه این آموزش رو ندیدیم. دوستان عزیزم، خیلی راحت بافته میشه و خیلی کاربردیه. میتونید از این بافت در بافت اسکاچ، دستگیره، لیف و یا به عنوان موتیو در بافت پتو، شال مبل، رو تختی، کیف، لباس و هر بافت دیگه‌ای استفاده کنید. دوستان مبتدی هم اگه تا انتها همراه ما باشن، مطمئنم در انتها این لیف رو به راحتی میتونن ببافن. بافت دولایی، یعنی به صورت دو رو بافته شده. اینو با کامای اکریل تاپ بافتم. شما با هر کامایی که دوست داشتید میتونید ببافید. فقط باید سایز قلابتون مناسب ضخامت کاماتون باشه. ممنونم از همراهیتون. با همین دستگیره بسیار زیبا رو میبافیم. برای شروع بافت ابتدا به یه حلقه جادویی احتیاج داریم که شما میتونید هر جور که راحتید و بلدید این حلقه رو درست کنید که من به این صورت خیلی راحت حلقه رو ایجاد میکنم. از داخل حلقه نخ میگیرم و 3 تا زنجیره میبافم. 1 2 3. این 3 تا زنجیره‌ای که زدیم حکم اولین پایه بلند رو در بافتمون داره. حالا کنارش 3 تا پایه بلند میبافیم. نخ دور قلاب از داخل حلقه نخ میگیریم و این حلقه ها رو 2 تا 2 تا میبافیم. بافت پایه بلند. این 1 2 3. پس 3 تا زنجیره زدیم و 3 تا پایه بلند بافتیم. 1 2 3 4. بعد از اینکه 4 تا پایه بلند بافتیم 4 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4. بافت رو برمیگردونیم و روی هر کدوم از این پایه ها یه پایه بلند میبافیم. یعنی روی پایه اول هم که این زنجیره ها رو زدیم یه دونه پایه بلند میبافیم. این 1. روی پایه بعدی 2. پایه سوم، اینم 3 و پایه آخر یا همون 3 زنجیره‌ای که در ابتدای بافتمون زدیم. اینم 4. با 4 تا زنجیری که زدیم شد 5 تا پایه. 1 2 3 4 5. حالا دوباره 3 تا زنجیره میبافیم. 1 2 3. بافت رو برمیگردونیم و دوباره برمیگردیم روی حلقه جادوییمون و 4 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4. 4 تا پایه بلند که بافتیم دوباره 4 تا زنجیره. 1 2 3 4. بافت رو برمیگردونیم روی هر کدوم از پایه ها یه دونه پایه بلند میبافیم. از پایه اول و کنار این 4 تا زنجیره شروع میکنیم. 1 2 3. اینم 4می که با زنجیره های ابتدای کار شدن 5 تا پایه بلند. 3 تا زنجیره. 1 2 3. دوباره بافت رو برمیگردونیم و میایم روی حلقه جادوییمون و این بافت رو تکرار میکنیم. یعنی ابتدا 4 تا پایه بلند. 1 2 3 4. 4 تا زنجیره. 1 2 3 4. بافت رو برمیگردونم. 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3. اینم 4می که باز 4 تا زنجیره شد 5 تا پایه بلند. 3 تا زنجیره. 1 2 3 و دوباره برمیگردم روی حلقه جادوییمون و بافت رو تکرار میکنم. به همین صورت باید داخل حلقمون 8 تا گلبرگ به این صورت ببافیم. دوستان به این ترتیب 8 تا گلبرگ داخل حلقه جادوییمون بافتیم. 3 تا زنجیره میبافم. 1 2 3 و بافت رو بس میزنم روی این 3 تا زنجیره‌ای که در ابتدای رج و داخل حلقه جادویی بافتم. اینجا یه دونه بس میزنم. حالا اگه بخوایم بافت رو با همین رنگ ادامه بدیم روی این 3 تا حلقه 3 تا بس میزنیم و میریم روی این حلقه 3 زنجیره‌ای و بافت رو ادامه میدیم. ولی من میخوام رج بعدی رو با یه رنگ دیگه ببافم. پس اینجا یه زنجیره میزنم و نخ زرد رو همینجا کات میکنم. این اضافه نخم در پایان
داخل بافتمون پنهان میکنیم. حلقه ابتدای کار رو میکشیم که بافتمون جمع بشه. ببخشید، نخ ابتدای کار رو میکشیم که حلقمون کاملا جمع بشه تا جایی که امکان داره. به این صورت این نخارم در انتها داخل بافتمون پنهان میکنیم. حالا برای بافت رج دوم. دوستان عزیز، برای رج بعدی از رنگ صورتی استفاده میکنم. رنگ صورتی رو وصل میکنم روی یکی از این حلقه های 3 زنجیره‌ای. اینجا رنگ صورتی رو اضافه میکنم. 3 تا زنجیره میزنم. 2 3 کنارش 3 تا پای بلند میبافم. 1 2 و 3. 4 تا زنجیره 1 2 3 4. یعنی دقیقاً بافت رج قبلی رو تکرار میکنیم، ولی این بار داخل هر کدوم از این حلقه های 3 زنجیری 2 تا گلبرگ به این صورت میبافیم. 4 تا زنجیره رو که زدیم بافت رو برمیگردونیم و روی هر 4 تا پایه یه پایه بلند میبافیم. 1 2 3 و این 3 تا زنجیره ابتدای رج هم که یه دونه پایه بلند روش میبافیم. 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 بافت رو برمیگردونم، میام روی کار و دوباره اینجا داخل این حلقه 3 زنجیره کنار این گلبرگ یه گلبرگ دیگه میبافیم. 1 2 3 4. ابتدا 4 تا پای بلند میبافیم، بعد 4 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 بافت رو برمیگردونیم، روی هر کدوم از پایه ها یه پایه بلند میبافیم. 1 2 3 اینم 4. 3 تا زنجیره 1 2 3 دوباره بافت رو برمیگردونم و میرم روی حلقه بعدی، یعنی این حلقه 3 زنجیره روی گلبرگ رج قبلی و دوباره بافت رو به همین صورت تکرار میکنم. 4 تا پای بلند، 4 تا زنجیره 1 2 3 4 بافت رو برمیگردونم، روی هر کدوم از پایه های پای بلند میبافم. 2 3 اینم 4. 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 دوباره داخل این حلقه کنار این گلبرگ همینجا یه گلبرگ دیگه میبافم. یعنی به همین صورت تا انتهای رج ادامه میدیم و روی هر کدوم از حلقه ها 2 تا گلبرگ به این صورت میبافیم. اینم از پایان رج دوم که روی هر کدوم از حلقه های 3 زنجیری 2 تا گلبرگ به این صورت با فاصله 3 زنجیره بافتیم. انتهای رج هم 3 تا زنجیره میزنیم و بس میزنیم به ابتدای بافتمون، یعنی روی این پایه اول. روی زنجیره سوم یه دونه بس میزنیم، یه زنجیره، نخ صورتی رو همینجا کات میکنیم. ادامه بافت رو با رنگ سبز میبافیم. میخوایم برای گلمون چند تا برگ هم ببافیم. دوستان، رنگ سبز رو وصل میکنیم روی این حلقه 3 زنجیری که در فاصله این 2 تا گلبرگیه که هر 2 تا روی یه حلقه بافته شدن. نباید در این فاصله اضافه کنیم، حتما باید در فاصله یکی از این 2 تا گلبرگی که هر 2 تا روی یه حلقه بافته شدن اضافه کنیم. پس نخ سبز رو اینجا به این صورت اضافه میکنیم و 3 تا زنجیره 1 2 3. این 3 تا زنجیره حکم اولین پایمون رو داریم. باید 5 تا پای بلند ببافیم. این میشه 1 2 3 4 5. 5 تا پای بلند که بافتیم یه دونه پیکود میزنیم به این صورت. 3 تا زنجیره 1 2 3. این 3 تا زنجیره رو بس میزنیم روی آخرین پایه این 2 تا حلقه‌ای که ایجاد شده. اینجا یه دونه بس میزنیم و دوباره 5 تا پای بلند میبافیم.
1 2 3 4 5. به این صورت. حالا میریم روی حلقه بعدی و فقط یه دونه پای کوتاه میبافیم. دوباره حلقه بعدی این بافت رو تکرار میکنیم، یعنی ابتدا 5 تا پای بلند میبافیم. 1 2 3 4 5. 5 تا پای بلند رو که بافتیم یه دونه پیکوت میزنیم. 1 2 3. 3 تا زنجیره و بس میزنیم روی این 2 تا حلقه‌ای که روی پای آخره. یه دونه بس میزنیم و دوباره همینجا داخل این فضا 5 تا پای بلند میبافیم. 1 2 3 4. اینم 5. به این صورت. میریم روی حلقه بعدی و یه دونه پای کوتاه میبافیم و به همین ترتیب این بافت رو تا انتهای رج تکرار میکنیم. دوستان عزیزم، اینم از پایان رجی که با رنگ سبز بافتم. تا انتهای رج بافتم. در انتها یه بست زدم. به ابتدای رجم یه زنجیره و نخ زیر کار پنهان کردم. ادامه بافت رو با رنگ سفید می بافیم. ابتدا روی رنگ سفیدمون یه حلقه ایجاد می کنیم و این حلقه رو وصل می کنیم روی یکی از این پای کوتاهایی که در فاصله برگ‌های سبزمون داریم، یعنی اینجا. به این صورت نخ می گیرم و یه دونه پای کوتاه می بافم. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. این 5 تا زنجیره رو باید با یه پای کوتاه وصل کنم فاصله 2 تا برگ بعدی، یعنی روی این پای کوتاهی که با رنگ سبز بافتیم. اینجا یه دونه پای کوتاه میزنم. به این صورت. دوباره 5 تا زنجیر. 1 2 3 4 5. 5 تا زنجیره رو وصل میکنم فاصله بعدی روی این پای کوتاهی که با رنگ سبز بافتیم. یه دونه پای کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5. تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه میدیم. و زیر هر کدوم از این برگا 5 تا زنجیره میبافیم و با یه پای کوتاه وصل میکنیم فاصله 2 تا برگ سبزمون. پایان رج 5 تا زنجیره بافتم که بس میزنم به ابتدای رجم. اینجا یه دونه بس میزنم. میرم روی این حلقه 5 زنجیره. اینجا ابتدا یه دونه بست، 3 تا زنجیره و کنارش 7 تا پای بلند میبافم روی این حلقه 5 زنجیره که با 3 تا زنجیره میشه 8 تا پای بلند. 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7. اینم 8. 8 تا پای بلند بافتم. حالا میرم روی فاصله بعدی، یعنی داخل این فضا و اینجا هم 8 تا پای بلند میبافیم. 1 2 3. این نخ اضافه هم داخل بافتمون پنهان بشه. 4 5 6 7 2 4 6 و اینم 8. به این صورت. تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه میدیم و روی هر کدوم از این فضاهای 5 زنجیری 8 تا پای بلند میبافیم. انتهای رج بس میزنیم به ابتدای رجمون. 3 تا زنجیره. 1 2 3. از این رج به بعد باید پای افزایشی هم
ببافیم که بافتمون جمع نشه و به صورت کاسه در نیاد. پس 7 تا پایه میبافم و روی پایه هشتمی 2 تا پایه میبافم. از پایه اول 1 2 3 4 5 6 اینم هفتمی. 7 تا پایه بلند که بافتیم، پایه بعدیش رو به صورت 2 تایی میبافیم، یعنی یه پایه افزایش 1 و دوباره همینجا اینم 2. دوباره 7 تا پایه بلند میبافیم به صورت تکی. 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا پایه تکی بافتم. روی پایه هشتم یه دونه 2 تایی میبافم، 1 و دوباره همینجا 2. دوستان عزیز، به همین ترتیب این بافت رو تا سایز مورد نظر ادامه میدیم و در رچهای بعدی روی این پایه های 2 تایی دوباره 2 تایی میبافیم تا هر سایزی که این بافت رو ادامه بدیم. من اینو میبافم و ادامه آموزش. دوستان عزیز، من بافت ساده بافی دستگیرم رو به سایز مورد نظر رسوندم، یعنی 5 رچ این بافت رو انجام دادم. 1 2 3 4 5. شما اگه خواستید این دستگیرتون بزرگتر باشه میتونید 1 2 رچ دیگه هم این بافت رو ادامه بدید. حالا برای قسمت پایانی کارمون میتونیم به همین صورت یه حاشیه برای بافتمون ببافیم و تمام. و اگه بخوایم دستگیرمون دولایه باشه باید یه گردبافی به صورت ساده هم به همین اندازه ببافیم و به قسمت زیر کارمون وصل کنیم که من قبلا این بافت رو انجام دادم به این صورت. در پست های گذشته که گردبافی رو آموزش دادم به طور کامل این بافت رو توضیح دادم و دیگه اینجا لازم به تکرار بافت نبود. یه حلقه جادویی ایجاد کردم و با 12 تا پایه بلند بافت رو شروع کردم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رچ بافتم که سایز دستگیرم شده. حالا باید این دو قسمت رو به هم وصل کنیم. قسمت زیر هر دو تا بافت رو میذاریم روی هم دیگه و به وسیله یه حاشیه زیبا این دو قسمت رو به هم وصل کنیم. میتونید حاشیه رو با هر رنگی که دوست دارید ببافید. دوستان، برای ادامه بافت به این صورت نخ صورتی رو وصل میکنم روی 2 تا پایه از دو قسمت بافتم، یعنی قلاب رو از داخل این 2 تا گندمی از هر دو طرف بافت رد میکنم، نخ صورتی رو میگیرم میکشم بیرون. در ابتدای کار میخوایم برای دستگیرمون یه دسته ببافیم، پس حدود 12 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. این 12 تا زنجیره رو دوباره بس میزنیم کنار شروع بافت زنجیره هامون، یعنی همینجا یه دونه بس میزنم به این صورت. این میشه دسته دستگیرمون. میریم روی پایه بعدی، یعنی این 2 تا پایه از هر دو قسمت رو میگیریم، یه دونه پایه کوتاه میبافم. 3 تا زنجیره 1 2 3. کنار این 3 تا زنجیره 2 تا پایه بلند میبافم. 1 اینم دومی. حالا 2 تا پایه از هر دو قسمت رو نبافته رها میکنیم و میریم روی پایه سوم. 1 2. از قسمت دوم هم به همین صورت این 2 تا پایه رو از هر دو طرف میذاریم، میریم روی پایه سوم، یعنی این 2 تا گندمی از هر دو طرف و یه دونه پایه کوتاه میبافیم به این صورت. 3 تا زنجیره 1 2 3 و کنارش 2 تا پایه بلند. 1 اینم 2. 2 تا پایه رو نبافته میذاریم، میریم روی پایه سوم، از هر دو قسمت نخ میگیریم، یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 3 تا زنجیره و دوباره کنارش 2 تا پایه بلند. 1 اینم دومی.
2 تا پایه نبافته روی پایه سوم، یه دونه پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند، 2 تا پایه نبافته، 1 2 پایه سوم از هر دو قسمت. به همین ترتیب تا انتهای رج حاشیه بافتمون رو انجام میدیم. تا اینجا میبافم و دوباره برمیگردم. دوستان عزیزم، اینم از پایان رج آخر که بافت حاشیه‌مون بود. به وسیله بافت این حاشیه زیبا دور تا دور بافتمون رو گرفتیم و دو قسمت بافت رو به هم وصل کردیم و حالا دستگیره ما یه دستگیره دولایه شده. اینم از پایه آخر که به این صورت حاشیه رو انجام دادیم. 3 تا زنجیره، کنارش 2 تا پایه بلند، 1 2 2 تا پایه نبافته روی پایه سوم، یه دونه پایه کوتاه. به این صورت. در انتها میریم روی این پایه‌ای که زنجیره ها رو روش بافتیم، یه دونه بس میزنیم و به وسیله یه قلاب سایز کوچیک‌تر روی این 12 تا زنجیره‌ای که برای دستگیرمون بافتیم، روی هر کدوم یه دونه پایه بست یا شلال میبافیم. از زنجیره اول شروع میکنیم و به این صورت بافت شلال انجام میدیم. روی همه زنجیره ها تا انتها. اینم از زنجیره آخر. دوباره برمیگردیم روی این پایه‌ای که این زنجیره ها رو روش بافتیم و یه دونه پایه بست میزنیم. یه بست، یه زنجیره و تمام. اینم از پایان بافتمون. این نخ اضافه هم داخل بافت پنهان میکنیم. دوستان عزیزم، اینم از پایان آموزش، یه آموزش زیبا و بسیار بی‌نظیر که میتونید به وسیله این بافت خیلی راحت توی خونه کسب درآمد کنید. ممنونم از همراهیتون. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.